سلام، چطورید؟ خیلی وقته که ولاگ نداشتیم. آقا من امروز تصمیم گرفتم که یه ولاگ روزانه بگیرم چون خیلی بهم گفتید تو لایو اینستاگرامم و خبر خوب اینه که فردا میخوام برم کنسرت علیرضا قربانی و پس فردا میخوام برم کنسرت بمرانی و همه اینا رو حاضر شدنم و همه چی رو میخوام ولاگ بگیرم و براتون بذارم. امروز که چهارشنبه است، پنجمه و دیگه یک زندگی خیلی عادی همونطور که تا اینجای روز دیدید. من حدودا یک هفته است که روزامو با مدیتیشن و یوگا شروع میکنم چون که خیلی خوبه و نباید شکمت پر باشه. همون اول صبح قبل اینکه برم تو گوشی، قبل اینکه هیچ کاری بکنم، اول یوگا میکنم، بعد یکم مدیتیشن میکنم و بعد میرم صبحونه میخورم و کارامو میکنم، لباسمو عوض میکنم و کتاب میخونم و بیداری و همیشه خلاق و اینا که بهتون نشون دادم. علاوه بر اون من امروز دارم یه ریل میگیرم برای این اینستاگرامم که کارهای تابستونی که میتونید توی خونه انجام بدید، اینا رو دارم امروز همزمان انجام میدم. این پلن امروزه و اینکه یکم این ولاگ گرفتن کلا من استرس میده، نمیدونم چرا. وقتی که مثلا ولاگ میگیرم میخوام تون تون برم کارامو انجام بدم و بعد اینجوریم که حالا چیکار کنم. به خاطر همین امروز دارم سعی میکنم یکم آرومتر پیش برم و دونه دونه کارامو بکنم، ریل اینستاگراممو همزمان باهاش بگیرم و اینکه دیگه ما همراه باشید دیگه. فردا هم باید برم کنسرت علیرضا قربانی و بعدش کنسرت بمرانی، خیلی هیجان انگیزه. خلاصه که همین. من این نقاشی الماسی رو گرفتم و خیلی باحاله، خیلی خوش میگذره چون من یه داستانی که دارم از این کارهایی که مثلا کار خلاقانه، پازل، لگو، نقاشی الماسی، اینا خیلی خوشم میاد و الان باید یه فیلمی ببینم برای در واقع کلاس زبانم. الان میخوام اون فیلم رو ببینم 2 ساعت حدوداً و این نقاشی الماسی ها رو انجام بدم چون فردا کلاس زبان دارم و اینکه اینا رو میتونید از شهر کتابا بخرید. فکر کنم این سایز بزرگش که الان بهتون نشون میدم 700 تومن بود، حالا یه 50 تومن بالا پایین، 700 خورده‌ای بود، نمیدونم الان دقیقاً. و خیلی باحاله دیگه، درستش میکنی و میتونی بزنی یه جا. اینا هم دو گربه خیلی ملوسن. سلام به خانمای گل گلاب، خوش اومدید. خب بچه ها، من دیشب یه کار احمقانه کردم. الان میخوایم با هم آرایش کنیم. اول از این پرایمر پروفشنال بنفیت میزنم. من دیشب وقتی که از شما خداحافظی کردم و رفتم که بخوابم، وسطش اینجوری بودم که بذار برم توی دستشویی، نمیدونم خیلی رندوم و کلی من چیز داشتم، جوشای زیرپوستی داشتم که شما اصلا نمیدیدیدش و برداشتم همه رو، نمیدونم چطور با خودم چجوری فکر کردم همه رو در آوردم، یعنی هر چی که بود و در آوردم، خونه انداختم و به این روزش انداختم. این کار خیلی بده. همینجا میخوام اعلام پشیمونی کنم و قول بدم که دیگه این کار رو نمی کنم و خیلی کار زشتی بود و همین باعث شد که موهام پرایمریش باعث شد که الان حال و روز پوستم این باشه که میبینید. میگفتم آهان داشتم میکاپ رو میگفتم، ولی مثلا همیشه این
کرم پودری که من میخوام امروز بزنم ماکارون 230 N هودا بیوتیه که خیلی فول کاوره و یکم چیزه سبک نیست، یکم اینجوری زیاده کاور فول کاورجه و من به خاطر اینکه یکم از اون سنگینیش کم بکنم این هایالورونیک اسید کوزارکس رو بهش اضافه میکنم. بعد من یه چیزی که دیدم توی یوتیوب این بود که وقتی که جوش دارید به هیچ عنوان نکشید کلا، چون که اون مرطوب کننده‌ای که زیرش زدید، بعد اون پرایمری که زدید و همه اینا با هم قاطی پاتی میشه، همش بعد جای خودش بمونه. بخاطر این فقط اینجوری ضربه‌ای کارتون رو انجام بدید و منم الان سعی می‌کنم همینجوری اینجا رو اوکیش بکنم. حالا من یه دونه از این براش شیگلن دارم، این یه پک بود که من خریدم. من دوباره با این سعی میکنم پوستم رو دوباره بلند کنم همه اینا و استفاده از اون مرطوب کننده و بلند کردن خیلی زیادی که من انجام میدم باعث میشه که خیلی پوستت خوشگل باشه و اون بشینه روش و اینجوری پچی و اینکه وای مثلا من چقدر میکاپ کردم یا این دختر چقدر میکاپ کرده نباشه. میریم سراغ بخش بعدی، کانسیلر برای من تارت 12B فر بژ. این پلت هم از شیگلن که خیلی دوستش دارم، فرنچ گرل اسمش. اینجوری رنگای خوبی داره، من بیشتر از این استفاده میکنم و این دوتا رو اصلا استفاده نکردم، نمیدونم چرا اینقدر زود تموم شد، یعنی مثلا این نقطه هاش معلوم شده. خب اول از همه با اینی که کرم پودرمو زدم میام اینو برمیدارم، این که برای رژگونه است رو برمیدارم، از این رنگ هلویی که خیلی خوشگله میزنم به صورت سی. من میزنم چیزای کرمی. کارمون تموم شد، میریم سراغ پودر. من این پودر فلورما رو دارم که اکثرا دارن دخترها. الان یکم همیشه این کار میکنم، از این دوتا روی کریس چشمم و اینجاها میزنم، از این گوشه های چشمم و روی چشمم میزنم و بعدش با این دوتا ترکیبی از این دوتا یه خط چشم ریز توی بن موجه ها میکشم و بعد ریمل میزنم. حالا بریم ببینیم. اول این دوتا مرحله بعد موامه که حتی سشوارش هم کشیدم، ولی حالا لباسم هم بهتون نشون میدم شو میزم، این یقش خیلی بسته است. به خاطر همین بهتر اینه که موامو ببندم بالا یکم، یعنی جمعش بکنم، چون که اگر صاف باشه خیلی بد میشه. به خاطر همین الان میخوام یک دنبسبی هیلی بیبری ببندم. آل دان. بریم که لباس بپوشیم. خب استایلی که میخوام بزنم اینه، این شومیزه از ساگازا، این کیفمه از زارا و این اووراله رو میخوام زیرش بپوشم چون شلوارش خیلی خوشگل وای میسته. اینم از زاراه و برای اکسسوری هام چون دستم اصلا معلوم نیست، دستبند و گردن من نمیخوام، گردنم هم معلوم نیست، این دوتا انگشتر رو میندازم با این دوتا گوشواره. بچه‌ها من الان آماده شدم، با هم بریم. آرایشم که همونه که دیروز انجام دادم. لباس من بذارید بهتون نشون بدم. این شاله، این شومیزه، این تابه،
این شلوارم هم یه برند ایرانی به اسم ماهیه و کفشام و جوراب توسی. خلاصه که من دیشب دیگه فیلم نگرفتم چون انقدر اونجا فکر کنم یه کالباس خوردم و شب قبلش خیلی بد خوابیده بودم، به خاطر همین قشنگ حالت هوا و سردرد داشتم دیگه. فقط خوابیدم تا یکم خوابیدم. الان میخوام برم خونه خالم و بعدش با هم نهار بخوریم و بریم.